امروز میخوام یه فلش بک بزنم از جایی که این تغییر بزرگ تو زندگی من اتفاق افتاد. همه چیز از سفر هند من برای دوره مربیگری یوگا شروع شد. با تمام چیزای بدی که از هند شنیده بودم، مثل کثیفی و داشتن مارمولک و حیوانات موذی، تصمیمم گرفته بودم که خودم رو به چالش بکشم و به این سفر برم، چون از ته قلبم میدونستم که آخرش روشنه. از تو فرودگاه دوستایی که قرار بود این یه ماه باشون بگذرونم دیدم و با همدیگه ارتباط برقرار کردیم. بعد 12 ساعت به جنوب هند رسیدیم و بعد از سوالهای خیلی سخت بالاخره مهر رو توی پاسپورت ما زدن و از فرودگاه خارج شدیم. و تازه فکر میکردیم رسیدیم، نگو قرار 3 ساعت و نیم دیگه با ماشین بریم تا شهر میسور که اونجا دورمون برگزار میشد. دوره‌ای که من گذروندم توی نیروانا شالا بود و واقعاً دوست داشتم اونجا رو، چون هم خیلی تمیز بود، هم پشت بوم خیلی قشنگی داشت و شبا اینجا با بچه‌ها جمع می‌شدیم و کلی حرف می‌زدیم و می‌خندیدیم و همه اینا برای من یه خاطره بی‌نظیره. اقامت ما هم توی همین ساختمون بود. یه سری اتاق وجود داشت تو طبقه‌های مختلف که کلا هم خیلی تمیز بود، هم امکانات خیلی خوبی داشتش و یه تراس کوچولو اینجوری داشت که اینجا تراس اتاق من بود. هر روز 5:30 صبح از خواب بیدار می شدیم و به ساختمون جلویی که تقریباً 4 دقیقه پیاده روی بود می رفتیم برای تمرینات آشتانگا یوگا و آخر هفته ها هم برامون برنامه‌های تفریحی و گردشی توی شهر می ذاشتن و می رفتیم شهر رو می گشتیم. شهر هند پر از رنگه، پر از عجایبه و واقعاً از دیدنش آدم سیر نمیشه. میسور به تمیزترین شهر هند هم معروفه و قیمت‌های اون مثل بمبئی و شهرهای دیگه خیلی ارزون نبود و خودشون میگفتن که قیمت‌ها یکم بالاتر از شهرهای دیگه است. این یک شنبه‌ای که ما به این معبد رفته بودیم، نگو روز شکرگزاری و مثلا یه سری سرمونی‌های خاص خودشون بود که کلی آدم اونجا بود و واقعا داشتن ما رو له می‌کردن، ولی از دیدنمون هم کلی تعجب می‌کردن و با همون عکس می‌گرفتن حتما. تمام رستوران‌های هند غذای گیاهی داشتن، حتی پیتزا و برگرایی هم که می‌گرفتیم از عدس و یه سری حبوبات درست شده بود که خیلی هم خوشمزه بود و اینم که سنتی ترین غذای هند بودش که روی برگ موز سروش می‌کردن، با اینکه شاید قیافش قشنگ نباشه ولی خیلی خوشمزه بود و حتما باید با دست می‌خوردی و خیلی عجیب بود. تجربه خیلی جالبی بود، من کلی کیف کردم و همه دوست داشتیم این غذا رو. برای خرید ادویه به بازار اصلی شهر میسور رفتیم و کلی ادویه خریدم، چه فلفلای تندی خریدم، ولی تنها مشکلی که داشتم، نمیدونم چرا گذاشته بودمش توی ساک دستیم که تو کابین قراره بره، تو فرودگاه بهم گیر دادن و به خاطر یه ساک دستی کوچیک میخواستن $200 ازم پول بگیرن تا بیارمش ایران. منم کلا اون ادویه رو $50 هم نخریده بودم، ترجیح دادم که همونجا بذارم و به راه خودم ادامه بدم. بعد 1 سال از سفر هندم مهاجرت کردم به مونترال کانادا و اینجا دارم یوگا رو به صورت حرفه‌ای تدریس میکنم و توش کار میکنم. استودیو خونگی خودم رو آماده کردم و با عزیزان زیادی اینجا دارم تمرین انجام میدم و به پیشنهاد همینا قراره که از این به بعد رو پلتفرم یوتیوبم چیزای آموزشی رو آپلود بکنم و کنار هم باشیم.